قصه های شاهنامه. این قسمت نبرد نوذر و زال با افراسیاب. هنگامی که منوچهر آن شاه دلیر سلم و تور را به خاک افکند، پارسیان از دشت‌ها و کوه‌ها به برجمکرد آمدند. تختش را با گل‌های بهاری آراستند و نامش را چون خورشید ستودند. فریدون که دیگر چشمانش از پیری تار شده بود به منوچهر گفت: فرزندم، روزگار من دیگر به پایان رسیده است. تاج را به پسرت بسپار تا پارسیان بی سرور نمانند. منوچهر به پارسیان نگاه کرد که سالها در آرامش زیسته بودند و گفت: ای مردم، منوچهر می رود اما پارسیان بی سرور نمی مانند. شبی زیر آسمان پرستاره چشم بر جهان بست و پارسیان سوگوار شدند. نوذر پسر منوچهر به میدان برجمکرد آمد. بلند بالا بود با موهایی سیاه که در باد می‌رقصید و چشمانی سبز که آتش پدرش در آنها می‌درخشید. پارسیان گرد آمدند و تاج طلای منوچهر بر سرش نشست. گرز گاوسر را از دست یاران پدرش گرفت، آن را بالا برد و گفت: سوگند به اهورامزدا، ایران را چون جانم نگه می دارم. پارسیان دستها را به آسمان بردند و فریاد زدند: نوذر شاه ماست. زنان گل به پای تخت ریختند و مردان سپرها را کوبیدند. نوذر به کاخ بازگشت و شبها با یارانش به نقشی سرزمین پارسی چشم می دوخت. گفت: پدرم تورانیان را راند و من نیز این مرزها را استوار می کنم. سالها با آرامش گذشت. نوذر به دشتها رفت، با دهقانان سخن گفت و کشتزارها را سیراب کرد. پلها بر رودها بست و راهها را هموار کرد. پارسیان او را دیدند و گفتند: این شاه خردمند است و دلیر. او به یارانش گفت: ایران را چون نگین نگه می داریم که تورانیان دیگر با آن چشم ندوزند. اما در دلش نمی دانست که کینه ای کهنه در توران بیدار شده است. در دشت‌های توران افراسیاب نوه تور در خیمه‌ای بزرگ نشسته بود. بلند بالا بود با موهایی سیاه که تا شانه‌هایش می رسید و چشمانی تیره که خشم در آنها موج می زد. زرهی سیاه و قرمز پوشیده بود و شمشیرش کنارش برق می زد. به یارانش گفت: منوچهر پدر بزرگم تور را کشت و پارسیان تخت ما را ربودند. این کینه را با خون می شویم. تورانیان گرد آمدند و یکی گفت: ای افراسیاب، نوذر جوان است و بی تجربه، زمان انتقام است. افراسیاب خندید و گفت: تخت جمشید از آن ماست. او سپاهی بزرگ گرد آورد، سواران توران را خواند، مردانی با اسب‌های تیز و نیزه‌های بلند. دیوان سیاه را که روزگار ضحاک را به یاد می آوردند از کوه‌ها فرا خواند. شبها دور آتش نشست، نقشه کشید و گفت: نوذر را زنده می گیرم و پارسیان را به زانو در می آورم. تورانیان اسبها را زین کردند، شمشیرها را تیز و به سوی ایران تاختند. گرد و غبارشان آسمان را تیره کرد و باد صدای سم اسبها را به پارسیان رساند. پیکی به نزد نوذر آمد. عرق در پیشانیش نشسته بود و گفت: ای شاه، افراسیاب با سپاهی بزرگ می آید. نوذر به گرزش نگاه کرد و گفت: این کینه کهنه را پایان می دهم. نبرد در دشتی نزدیک زابل در گرفت. نوذر با زرهی از چرم و فلز که تزیینات طلایی داشت، گرز گاوسر در دست به میدان آمد. پارسیان پشتش ایستادند با سپرهای استوار به نیزه‌های بلند و فریاد زدند برای ایران.
افراسیاب با زرهی سیاه و قرمز شمشیرش را بالا برد و گفت توران پیروز است. سواران تورانی چون طوفان تافتند، دیوان غریدند و زمین از صدای سم اسبها لرزید. نوذر چون شیری به قلب دشمن زد، گرزش را چرخان و جنگجویان را یکی پس از دیگری به خاک افکند. خون بر دشت پاشید و خورشید در پشت ابرها پنهان شد. نبرد روزها طول کشید. پارسیان دلیرانه جنگیدند و نوذر گرزش را چون تندر بر سر دشمن کوبی، اما تورانیان بیشمار بودند و افراسیاب به یارانش گفت نوذر را زنده بگیری. سواران تورانی حلقه را تنگ کردند و نوذر که از نبرد خسته شده بود به دام افتاد. افراسیاب فریاد زد این شاه پارسی اکنون اسیر ماست. زنجیر بر دست و پای نوذر بستند و پارسیان نالیدند. تورانیان هلهله کردند و نوذر را با خود به توران بردند. تخت ورجمکرد بی سرور ماند و پارسیان در سوگ نشستند. پارسیان در ورجمکرد گرد آمدند، سیاه پوشیدند و گفتند نوذر اسیر شد، چه کنیم؟ اما زال پهلوان زابل خاموش نماند. بلند بالا بود با موهایی سپید چون برف که تا شانه‌هایش می‌رسید، به چشمانی تیز که تجربه در آنها موج می‌زد. به پارسیان گفت نوذر را رها نمی‌کنیم و افراسیاب را به خاک می‌افکنیم. سپاهی گرد آورد از دلیران زابل و پارسیان وفادار. به یارانش گفت شمشیرها را تیز کنید که توران را به آتش می‌کشیم. پارسیان به او نگاه کردند و گفتند زال امید ماست. زال با سپاهش به طرف توران حرکت کرد. افراسیاب که نوذر را در خیمه‌ای بسته بود از این خبر لرزید. نوذر که زنجیر بر دست داشت به نگهبانش گفت پیکی به زال بفرستید که مرا آزاد کند. پیک از خیمه بیرون آمد و به زال رسید. زال خندید و گفت نوذر زنده است و ما او را باز می‌گردانیم. سپاهش را به قلب توران برد و نبردی دیگر در گرفت. نبرد در دشت‌های توران شعله کشید. زال مانیزه‌ای بلند به میدان آمد و افراسیاب با شمشیرش روبرویش ایستاد. زال فریاد زد نوذر را آزاد کن. افراسیاب خندید و گفت تخت پارسی مال ماست. نیزه و شمشیر به هم خوردند و باد صدای نبرد را برد. پارسیان خیمه نوذر را یافتند، نگهبانان را کشتند و زنجیرش را گسستند. نوذر که زرهش پاره شده بود گرز گاو سر را برداشت و گفت برای ایران و به قلب دشمن زد. افراسیاب که سپاهش پراکنده شده بود به اسبش پرید و فرار کرد. تورانیان به دشت‌ها رانده شدند و پارسیان هلهله کردند. نوذر به زال گفت پهلوان تو تخت مرا بازگرداندی. زال سر خم کرد و گفت ای شاه این برای پارسیان بود. نوذر به ورجمکرد بازگشت و پارسیان شاد شدند. تخت ایران دوباره استوار شد، اما افراسیاب به توران گریخت و کینه نو را در دل پروراند. این بود قصه نوذر و نبرد با تورانیان و شاهنامه هنوز قصه ها دارد برای گفتن. پایان قسمت 8. ممنونم از همراهیتان. قسمت‌های بعدی شاهنامه را از دست ندید و کانال قصه های پارسی را دنبال کنید.